سلام، ما داریم میریم خونه قدیمی تبریز رو ببینیم. شما هم با ما همراه باشید. ما امروز میخوایم از 3 تا از بناهای معروف تبریز بازدید کنیم و اولین بنایی که ازش میخوایم بازدید کنیم خونه پروین اعتصامیه. مسیری که برای رسیدن به خونه پروین داشتیم یه بافت قدیمی و خیابون‌های سنگ فرش شده‌ای داشتش که خیلی قشنگ بودش. و خب وارد خونه پروین اعتصامی شدیم. همینطور که میبینید خونه‌ای که داره کاملا نمای آجری داره و یه بافت قدیمی و خیلی خوشگل. سلام بدی به سلام بده. چخ چیه؟ ایزوی پروین تکون میخوره. پروین رو شکوندی؟ وارد خونه پروین اعتصامی شدیم که توی ورودی عکسای پروین رو گذاشته بودن و یه سری از شعرهای معروفشون. خانم توضیحات. پس توضیحات بیوگرافیات. آره دیگه. مومیه اینجا، مومی نیست. خونه شهریارم میریم. چقدر عجیبه خونش. داداش انباری خونه پروین رو چیکار داره؟ خب اینجا یه بخشی از زیرزمین خونشه که همینطور که میبینید ورودیشون ارتفاع کوتاهی دارن و یه ویو خیلی جالبی. منو میبینید که منتظرم خواهرم گوشی رو بده تا براتون فیلم بگیرم و نمیده. عمودی گرفتی باز. ما عادت نداریم. آره. شناسنامه پروین اعتصامی. خواهر ما. پروین اونجاست؟ پروین. مگه خونه توره؟ واقعا پروین نداره. سلام میام میبینم به اینجا رو نشون بده. تارن کبوتای اونجا رو نشون بده. بچه ها نمیدونم چرا جدی گرفت و داره تارن کبوتا رو واقعا نشونتون میده. اما حالا نشون نده داداش. بیا بچه ها بگی سمت من. کارو چی؟ جلفازیه چی بود پروین در میاری؟ خجالت قباحت داره. ارتفاع پله هاشو نمیبینین چقدر زیاده؟ خدایی ارتفاع پله خیلی مهمه. آدم زانوش درد میگیره. وقتی همین پروین زود مرد. دختر پله هست. مامانا که میگن انقدر سرت تو گوشیه. شاید حکم وزارت کشور در مورد دفن پروین. شعر سنگ قبر پروین به دستخط خودش. سنگ قبر پروین. اینکه خاکی سیاش بارونه دل یاد کنه، دل بیدوست، دل غمگین بلند بنواز. بلد نیستم خوب بخونم که برامون نمی نواه. مگه قرار نبود جدی ویدیو بگیرید؟ جدی نگیر. سال 72. الان هم کم کم از خونش وارد میشیم و وارد محوطه‌اش میشیم. همینطور که میبینید محوطه‌ای که داشت پوشیده شده از درختان، گیاهان سرسبز بود و 4 تا باغچه
و در میان یک حوضچه قرار گرفته شده. بچه زیربنای اینجا 900 متره. نه ببخشید، متراژ زمینش 900 متره، زیربناش 600 متره. نماش هم کاملا آجوری قرنطینه‌ای البته. به این گونه است. ماه قرمز دارد، گول دارد. خب از اینجا خداحافظی میکنیم تا میشه میم ها رو نیاری تو بلاگ من؟ من خیلی در جریان این میم ها نیستم. خب الان میریم به سمت خونه بعدی دیگه. واقعا به سوی خانه چی بود اسمش؟ خانه نیست، ربع رشیدیه. خانه هم نیست، ربع رشیدی نمیدونم چیه. خب این سرچ قبل اینکه اینجا میریم بکنیم. از من بگیر برات آواز. بابا سلیت دارم از تو میگیره. تبریز ناقاش داری، بارگتیم از باش داری. چخ قشه. بابا بزرگ کاغذ دیواری پارکت قیمت مناسب. خواستین بچه ها اینجا همه چیز مربوط به معماریه دیگه، بالاخره قیمت مناسب براتون پیدا کردم. چماجگان الان فهمید آینه ماشینش بسته. 4 دقیقه دیگه میرسیم به اونجایی که تاریخ غنی داره. ربع رشید. آفرین، ربع رشید. رسیدیم به ربع رشیدی. نمیدونم ربعش نه. آه دیدم ربع دیده شد. بچه ربع همین رو میگم دیدم دیگه. من دیگه نشون دادم دیگه اینجا بچه ها تخت جمشید. اگه بخوام یه توضیحات کوچیکی راجع به ربع رشیدی بگم، ربع رشیدی مربوط به 750 سال پیشه که در ادامه مابقیشو با هم دیگه بررسی میکنیم. من اینجا با مبینا در اوایل قرن 11 هجری قمری شاه عباس صفوی پس از آزادسازی تبریز از دست سپاهیان عثمانی قلعه و ارگ دارالسلطنه تبریز را که قبلا در محل دولتخانه قدیم حکومت ایران بازسازی کرده بود به بخش شرقی محوطه ربع رشیدی منتقل کرد. همین این چیه؟ میگیم بچه ها این کاشیه رو اومدن گفتن 750 سال پیش بازمانده هاش. ربع رشیدی جزء اولین دانشگاه‌هایی بوده که تو کل جهان ساخته شده و مربوط میشه به 750 سال پیش و کلا هر چیزی که اینجا الان میبینیم از بازمانده هایی از اون دور است. یعنی این بنا کلا مورد مرمت و بازسازی و اینا تا الان قرار نگرفته شده و اینجا علاوه بر دانشگاه کاربری بیمارستان و درمانگاه هم داشته که تو بخش‌های مختلفش قرار گرفته، چون یه مساحت خیلی بزرگی داشته. امروزه میخوام یه فضایی رو توی این قسمت که الان دارید میبینید درست کنم برای به عنوان موزه و حالا نگهداری و به نمایش گذاشتن سفال و سرامیک هایی که از اون دوره بوده. این بنا محدوده به توسط رشیدالدین فضلالله همدانی تأسیس شده و اگه اشتباه نکنم معروف به قازانخان تبریز هم بوده، اگه اشتباه نکنم البته. اینجا حالا علاوه بر بیمارستان هایی که در قبل بهتون گفتم 4 تا دانشگاه بوده که معروف به رابعه بوده و حالا به مرور زمان تبدیل شده به ربع رشیدی و بعدها رشیدالدین توسط دسیسه‌های سیاسی به قتل میرسه و مقبرش هم توی همینجاست و همینجا خاکش میکنن. ربع رشیدی پس از مرگ رشیدالدین تخریب میشه و به غارت میرسه. چندین سال پیش جهانگرد فرانسوی به ایران و آذربایجان سفر میکنه و اون اینجوری میگه که 100 سال پیش شاه عباس دستور میده که مجموعه ربع رشیدی تعمیر و بازسازی بشه، ولی بقیه شاههای دوره صفویه هیچ توجهی نمیکنن و تخریبش ادامه پیدا میکنه. برو
خب من دارم ازت فیلم میگیرم تو بری. تو فیلم عروسی میان اسکل. هشتی درخوزه اتاق قابچی. قابچی اینجا معروف بوده به عمارت دلگشا که کاربریش تغییر کرده و شده بوده کبوترخانه. آشغال چیپس. اگه بخوام به یه جمع‌بندی از این مجموعه برسیم به این صورت بوده که در ابتدا 4 تا دانشگاه بوده، بعدها بهش بیمارستان، درمانگاه، داروخونه و کاربری عمومی اضافه شده و توی نقطه‌ای از تپه‌های شهر تبریز قرار گرفته شد و امروزه چیز خیلی زیادی ازش باقی نمونده و تازه میخوان یه بخشی موزه اضافه کنن به این مجموعه. حالا بریم به سمت مقصد بعدی و ببینیم که اونجا چطوریه. رسیدیم به مقصد بعدی که مقبره الشعراء. من چرا هم میگم ملک الشعراء؟ اینجا با احساس برج آزادی تهران میداد. این بنا برای دوره صفویه 250 الی 300 تا شاعر اینجا دفن می شده. اینجا یکی از قدیمی‌ترین امامزاده‌های تبریزه. مقبره شهریار توی اینجاست که معروف‌ترین شاعر تبریزیه. معماری این بنا به سبک ایرانی بوده، ترکیبی از آرامگاه‌ها، باغ‌ها و حیاط. ورودی مقبره به صورت دروازه‌های بزرگ با ستون‌های بلند و نمای کاملا قرینه بوده. این نورگیرایی که وجود داره باعث میشه که حس و حال معنوی بودن این فضا به شدت بیشتر بشه و یه فضای کاملا فرهنگی هنری خیلی جذابی رو ایجاد کنه. ارزشش رو داشت برای یه ولاگ به این وضع بیفته اینا. ناراحتی کفشش کثیف شده به خاطر تو. خجالت نمی‌کشه. کفشه خودم نه به بالا. İzmir toy gecəsi mən də sənə daya gələm. Əl qatanda sənə məşşatə tamaşaya. Sən bu məhtəb gecəsi seyyətdən bir səhvə ol. İzmir mən də damazı sürüb sayacağam. Mən cəhənnəmdə də baş yastığa qoysam sənlə heç oyanmam ki, girib cənnəti məhvayacağam. چی باید بگیم تو این ویدیو؟ خداحافظ. شگذار تمام شد. خداحافظی کنیم. واسه میگه اونجا من به همین صورت سوپرمارکت مرکز خرید شهریه. سوپرمارکته. خیلی نازه صندلی چون بافتش کنند. خیلی نازه. صدای لرزان رو. این پسر دیدم همیشه بر ورزشکار بودنش مینازه، گفت بازوشو میخواد نشون بده. همونم نشونه صورتش سن اون دار که من گفتم آره
عاشق‌ترین عروس دنیا دلمو بردار و ببر کوچه به کوچه شهر به شهر بگو که نظر چشمات ای عروس دل. و اینجوری بودش دیگه. خلاصه امیدوارم خوشتون اومده باشه و تا ولاگ بعدی خدا حافظ.